سلام و درود به تمام شما بینندگان عزیز و هواداران پخت و پز. می رویم به آماده کردن چپاتی. در جریان کار صحبت می کنیم. 250 میلی گرم آب گرم، یک قاشق خوراکخوری نمک و تقریبا 50 میلی گرم روغن زیتون و با روغن های معمولی هم آماده کرده می شود. با هم می زنیم. یعنی خمیر چپاتی با عادی ترین چیزها آماده کرده می شود. 1 کیلوگرم آرد، یعنی فقط آب و روغن و نمک. آب با هم میزنیم، یعنی خمیر میکنیم. کمی آب میزنیم تا که روغن و آب ما کمتر بود اضافه میکنیم. هر کسی که خمیر کرده است این را خود درک میکند. خوب خمیر را دو تقسیم میکنیم و میبینیم که خمیر یعنی باید به همین مانند شود. خب خیلی خوب است. ما اندازه توپچه ها را میگیریم، یعنی خمیر را توپچه میکنیم که اندازهش باید 50 میلی گرم باشد. بعد از توپچه کردن این خمیر را ما 10 دقیقه از 10 تا 15 دقیقه میگذاریم تا که خمیر خودش را باز کند. خب بعد از 15 دقیقه خب ما این را در یک ظرف میگیریم، جای دیگر میگذاریم و بعد شروع میکنیم به تنک کردن. خمیر رو کمی دم میتیم، یعنی 10 دقیقه هم، چون که کمی پیشتر گفتیم چون که اون خمیر خودش رو باز کند. هیچ دروژ یعنی خمیره نمی اندازیم. خب میبینید که تنک کردیم. خب تمام آماده شد و شروع میکنیم با پختن. ما در سکواراتکا یعنی ماهی تابه درست میکنیم، یعنی در دخافکه هم میشود و در ماهی تابه، یعنی عادی ترین چیز است که هر یکی شما این را اگر خواهید میکنید. خب ما در دو ظرف آماده میکنیم. در هر 10 سکوند یعنی 10 ثانیه شما باید که یعنی بچرخونید این چپاتی رو بچرخونید تا که نسوزد زیرش. خیلی در آتش کم بگذارید، در آتش زیاد نه که میسوزد. اگر در داخل دخافکه انجام دهید اون کمتر، مثلا سوختنش کمتر است. اینجا باید حرکت کنی که نسوزد. خب میبینیم که اینجا چپاتی ما آماده شد، تمام شد. بهترین چپاتی آمده است و همون چپاتی های آچگی که در وطن درست میکنیم. خب و خیلی خیلی خوشمزه هم هست. میتونید بعد از آماده کردن این میتونید با هر چیزی که در داخلش میگذارید میخورید، یا همین طور میتونید که با چای یا نون نوش جان کنید. در آخر یک صلوات به پیامبر میفرستیم تا ویدیوهای دیگر. خدا نگهدار شما.